آی و قربان چوم یار علیده ها دلارامی غمای تو مرم کرد میده میده ای جانم آی به زندگی وفاداری نکردی به وقتی مردن و مایی چی فایده دلم بم لندن و مسکو نمیشه به پاریس و سوئیس یک جوله میشه وی تمام شهرهای دنیا رو بگردیم نما شما دمغه ما نمیشه دلم تنگ از خدا. بله های چرا گریه میکنی داده؟ کی تور زده؟ بد کرده شی تو که تور زده چری؟ ها تور بداره که تو نون پاک دیگ با برکردیت نداره تو سلت که با خدا بگو بیام تو رو مگذب بدونم مثل گوری بر راست کشی هر چه به تو لیاد میگه تو چرا یک روز میزنی که نون پختیت نداره یک روز میزنی که دیگ با برکردیت نداره نه من میام نه که تارا ساگ ستولی داره تور میگیره نه من میام خودی گاب میزنه تور بزنه بد میکنی بگو چطور گیلا کی؟ خود کی جنجال داری؟ قاعد کن رمضان آمده آنه بگو کی نه؟ خودم گوشی دست ماما تو آنه ماما خوار منه میگم من شوم مر بزنه که تو یک روز دیگ ببار یاد نداری پخته کنی یک روز نون پخته بلد نیست چره؟ میگم منم اون زرزنه گپ بزنه ماما اشتنی ماما جو خوبی بخیری او گریه میکنی یالا کنم از اون فقط دوسته نه ماما چی گپ چه کاره؟ تو باز ما گپ زنو خودی از اینو میگن تو باز ما گپ زنو خب بعد کاکتور زد اشتباه کاکتور زد راست میگی ای هر دم تور به یک بونه میزنه که چی گپه او از امروز اول خبر نداشت که توی چی یاد نداری که پخته کنی تور ما به سر خون داده بودیم بزو تو معاملت کو یاد داری خب با من گپ پیراز میگیره خب از امروز اول که بهم خسرونی بیامد تور ندید که تو امیت چیزی کاله به من گپ بونه میگیره به کجا بشو داله تو بس ما محال کو بیری شده است هر دم که آمدد تو به من یک زنگ بزن که من بیام حال در نزدیک خودی و گپ زنم اگه من تنه وزیر یگلا نکردم این دفعه چی مستی بگو تو صبر بکو گریه نکن ماما گریه نکن بگو گلگ میگه نه یا که تو سگ ستولا میگیره بگو نه میگم من میام مسئله شما بگو نه به خدا با دیشب سر بیشون گذاشتیم چوب بلند نداره ماما اگه خیلی به سر تو فشار اومده گریه کردی ماما میگی سر ماما هبتر قدر وقتی بیا اونه به خونه ما بیا اونجا برسه من میام آگه پینی زن ماما هم هست وقتی بیا ماما جوال ما کو از خودیم دیگه به خونه ما بگو نداریم میمون نه رمضان به خونه ما بگو نه به خدا بگو ما دیشب سر بیشون گذاشتیم نه هیچی نیه کی لگ میگه هیچی نداره ما به خونه سودا ناس بیا به تو کو از من بیا صداتون میشنوه کو کار نیه دیگه گوشی بری نمیشنوه گوشی بر نمیشه سرقی کردیم شما همین سیاست غیره چی رقم آدمی بودی تو کی تو نمیگم ماما وقتی بیا ماما باشه ماما جوانه که لک ری میکنم که بیای به سرا تو داره بیاره به سرا ما بیاره باش که بیای ببینه که زنی نیه باز با تو زنگ زنه که به کجایی بگو به خونه ماما خورم ازونو بیای با خودی من خودی و حل دگاب میزنم و در سرا بیای
خوبه ماما خوبه خوبه همه گیلا کرده میکنم خوبه خداحافظ گیلا بخی برو خوار دا بیار به سلام خوب بسی بگو که با مادر می چی نگه که مرشومه بزده بفهمیدی؟ هیچ چی نگه خوبه حیات تو نره که با مادر مقام میخوره که نواسی مربا چره بزده هیچ چی نگی بفهمیدی برای از اون هم بگی پیش هم خطا نخوره به پیش مادر می برو بخی خب بیارم مثلا شما چند شب بسته که 10 شو 100 شو 20 شو هر چی هست خوارزاده منه بروی چیشا جا داره یعنی هر چی دل ماه بسته راست میگی خود مدگه وقتی برو گیلک تن بیای اگه وقتی بیا نه خیلی بعضاب میکنی خیلی عجیب هر تا میگی 20 بده 10 بده چه کار شده فلان شده مادر ماده است تو حالت به فقال میشه شما خوارزاده کمار پاک پیر کردیم باز ما خودی جبارم حالت گپ میزنم خودی پیار از این غیرتی که چرا بچه تو بزده بد خوارزاده مه ای تا نگاه نمیدارم کجا بدی بابا؟ بله کجا بدی؟ اینجا به سراخو کجا می بری؟ به تاجو قلا گوش وستنو بله کی بود به سرا؟ گیلاک و خواره بیا آمده بودم بله صحیحه خوبه برو بخیر باشی گوشت چی میستونی؟ گوشت مرغ درسته مرغ کلونه بیستونی خوبه؟ پول مادر تو بده دست تو؟ خب صحیحه برو زودی بیایی بفهمیدی؟ خوبه بابا سر کوچه نشینی که ناوقت میشه آشتگان تو بیتر شد سلام علیکم بخشش کن شد دستم تر تیار هستیم خدا بخشه خیر خیری است بریم به سراغ چای بخوریم خیر بینی میگم جان تا به کی همین خوارزاده خورمه کنیزی به دست شما دادم ای به شما نوکریه ای چی رقمه ای چی رقم داستانیه که هم بچه شما از این بیری میای اعصاب خراب باشه به کوچه جنگ کرده باشه بونه به سر آشپزی میگیره زن خب از دست پا خو میکنه شروع میکنه بلد زدن همین کارا خوبیت داره گپا شما خلاص شد نه گپا ما از زمان تا سال قیامت هم که بگم خلاص نمیشه درباره بچه شما خلاص شد آدم هیچ وقت دیوال یک روی گل نمیکنه رمضان شما اشته گل میکنه سعی کنیم این خوارزاده تو خود تو فکر کن بریم بگیم برو دیگ بار کو میره دیگ بار میکنه یا خروار نمک همین نازبتا دیگ باز شوی که بریم میگیم آخی دیگ تو شور شده کسی خورده نمیتونه همیت بینمک میکنه که ما مگر نمکدونی و نمک پاشار بیاریم بگذاریم بغیر غذا خو استین بر میزدیم برای دیگ بار کردن یاد میدادیم باور کو بعض وقتا میشه که سعی میکنیم مگر ما نمک بیاریم برو برینجا پاشتیم تو تول دگم بدیدی که کسی برو برین نمک پاشته کاکا جیگر شما فامیل شما بدون خوارزاده می تا آشپزا حرفه‌ای هم نیم که شما بیخی قابل تشویق باشیم میگم شما زن شما بچه شما 3 نفر آدم وقتی که به سر یک سیاسره یک سره قیقدات کشیم یک سره تعنه دیم یک سره تبورقه بگیم یک سره اون قیقدات دودیم سرقی میشه همیته میشه که یک دفعه با فرغون نمک میرزونه یک دفعه اصلا نمک نمیرزونه که مگر نمکدونی بیاریم خب ببینیم لالا رمضان من گپا تو از الف تا یا گوش کشیدم سکو امی یک دیگ بار کردن نیه امی تقریبا پریروز بابا خونه پایین شیشته بودیم از خونه پایین امی بوی گاز بزید طبقه پیچیده بود که خب یعنی هم زدیش که یک گوگیردی بزنی همین طبقه منفجر شه آیا امی خوارزادی تو اموق زن نمیفهمه که امی دیگه ما بار میکنم امی پیکنیک من روشنه خاموش شد میای میشینه بیا گوشه کدو کاری درست نه اگه بچیم هم لد زده خوب کاری کرده که زده هر کس با اول ابتدا که عروسی کنی به طریق از او خونه که بوده به طریق از او خونه نمیتونه زندگی کرده او خوی خواست می خونه مادر بکله اینه تو حالی عادت نکرده که 5-6 ماه میشه شما عروسی کردین با وقتی که بیامیدی جواب عروسی استونیم من گفتم که خوارزاده من نه علد دیگ بار کرده یاد داره نه حتی جارو کشی یاد نداره علد حافظه نداره اصلا مثل ما و شما و فکر نداره
این رقم واضح که حالی میگی اون روزی تا گپا نزدی گفتی یک کمک که به دستی و به قضا نمیره. سکو رمضان جو شما باید استین ور میزدیم اقلا دگبار کردن تم اندک که یاد میدیم 20% بر یاد میدادیم هم 20% هم یاد نداره. ای تو باور کن تو شلو کو بزن من دیوار دیگه پس نمیای به تا خونه. خود شما باور کنیم زن شما باور کنه نمیشه بزو یاد دمالده که آن یمیتن آرومی مثل که دختر خور آدم یاد میده عروس خورم با آدمی تو آدم یاد ده عروس هم مثل دختر آدم فرق نمیکنه. او که به خونه ما آماده خوب هر دمی که دست زدن به چی شما کوتاه شد زن خوردگان نمیزد او ری کنیم برات زن یا اگر نه همی طبق روال که حالیه همی تا به 10 سالگان باشه میگه پلک به چیشم گیرونی نداره من خورزاده خورمایم جمع میکنم صغیریه روزه که فشکش رستونده میگه پار میزنیم میگه پانیا کاکا جان که بره من نمیخزارم بفهمیدی انمو خونه و انمو زندگی تو اگه غیرت دیشتی کاکا باز اگه من غیرت دیشتم سیکو که میام اتا خونه عروس خود میبرم یا نمیبرم وعدی ما تو نمازدگر بخیر. خیلی گپر زور میزنی رمزون دیگه بار کردن بر یاد میدادی ای تا زبون امرو نداشتی به پیش من. گیپک من گیلا بله گیلا مادر تو گفتم گیپک برفته بده کنم تو من چه کم دشمله و چای هم خود خوب بست و 1.5 کیلو دشمله 1 2 چای هم بست تو خوب گوش کش مادر من سردیر داره چاره برف تو ما با دکون مرغ ندیش مرغ ندیش نه دشمالی چای با کجا کنم با دشمله چای نانه تو گفتم آیات ما برفته که امی دکون مرغ دشی هم مرغ ندیش آره میگی چای دشمله خوب برو از امی دکون بستونه چی بستونم چای دشمله بابا مادر تو 1 لیفه پول ندادم من کجا برم بستونم آنی بابا دست تو پول میدم گیلا چای دشمله میستونی پولا دگه خرج نکنی پنسدی میچله ای اشکال میچله آخه نانه تو گفتن گیپک برفته مرغ بستونه تقل شما مرغ نداره نه همه دکون شما کمدن مرغ داره آلی نداره خلاص کرده خرج نکنی پنسدی همه ایچی بخوب سگه چم نستانم شقش بستونی تا 5 دهی ایکو دگره دگه خرج نکنی یک دمی خود چند چای بستون چند دشمله 30 روپیه چای 30 روپیه دشمله خوبه مادر تو گفتن 1/2 کیلو چای بستون 2 چای سیاه 1/2 کیلو دشمله 1/2 کیلو 2 چای سیاه خرج یک ماهی خو نخریم بس اینا برو یار گیپک باز میندازی به ما خدا دگه برو دگه یعنی ما مفخوریم نه که گفتو خدا نکنه خود تو میگی گیپک ماشون خرج یک ماهی خور نخریم خب با میخریم ایتا کم کم خب 1 30 روپیه هم به کیسی خود کنم اشته 20 روپیه دگه